با سلام گرم از پراگ با همه دوستان و بینندگان بینیت گرامی رادیو زودی نویدی بومدودی است تقدیم شما در این صبح با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. امروز 18 ایون و ساعت با وقت پراگ 7 صبح است و اکنون با اجازه شما البته رو میارم با خبرها. رحمان‌الدین‌ایف سرداری ریاست ملی شهر کلوب را بعد بیشتر از 10 روز خودسوزی یک مرد ناراضی و شکایت‌های زیاد از پرداخت نشدن معاش آموزگاران از کار گرفته. یک منبع در اداره ملی کلوب گفت اودینایف روز 17 ایون از مقام سبکدور شد. منبع دیگر در حکومت کلوب میگوید چند روز پیش عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی رئیس جمهوری تاجیکستان از کار رئیس ملی انتقاد کرده است و ظاهراً همین سبب برکناریش شده است. مقامات درباره علت‌های از کار سبکدوش کردن سرداری ریاست ملی شهر کلوب چیزی نگفتند. ظریف عبداللهیف ساکن دهه کوان شهر جماعت ضربداری کلوب روز 6 ایون خود را در نزد بینی ریاست ملی شهر کلوب تایید زد و 8 ایون در بیمارستان درگذشت. قبلا سرداری ریاست ملی ولایت ختلان گفته بود که باغچه‌های بچگانه از کارخانه نامپذیر ظریف عبداللهیف 21000 سومانی قرض دارند ولی به سبب پاندمی کرونا ویروسی نو نتوانستند آن را سر وقت بدهند. در همین حال آموزگاران کلوب هم شکایت دارند که 2 ماه باز معاش نگرفتند و برای خریدن خوراکواری و محصولات دیگری مهم برای زندگی از دیگران قرض گرفتند. وزیر مالیه تاجیکستان دیروز در پارلمان تصدیق کرد که در پرداخت معاش در کشور مشکل جای دارد و آن را به وضعیت وابسته به کرونا ویروس در کشور پیوند داد. فیضین قورزاده دقیق نگفت که در کشور چقدر قرض معاش مانده است، اما وعده داد که روزهای نزدیک مشکل را حل میکنیم. شرف ترسونزاده رئیس دادگاه نویایی را روز 6 ایون با گمان گرفتن رشوه دستگیر کردند ولی فرمان برکناریش روز 15 ایون صادر شد. سلیمان سلطانزاده رئیس اژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان به رادیو زودی گفت ترسونزاده را با گمان گرفتن 15000 سومانی بازداشت نمودند. اژانسی روز 17 ایون در خبرنامه رسمی گفت رئیس دادگاه نویایی این مقدار مبلغ را برای شرطاً تطبیق نکردن جزا نسبت به 3 متهم طلب کرده است. به اطلاع رسمی وی 10000 سومانی را روز 3 ایون امسال و 5000 مانده را روز 6 ایون گرفته است. نظر نزدیکان و وکیل دفاعی شرف ترسونزاده به قضیه معلوم نیست. مقامات میگویند به ضد رئیس دادگاه نویایی عینی با اتهام گرفتن پاره پرونده شدند و تفتیش ادامه دارد. شرف ترسونزاده روز 15 ایون با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودی را پس میزند از مقامش برکنار شد. او تا ماه فوریه امسال باعث دادرسی دادگاه نویایی عینی کار میکرد و 4 ماه پیش مسئول دادگاه تعیین شد. هفته قبل دادرسی دادگاه شهری سور زیدالله صابرزاده نیز با عین اتهام از منصبش برکنار گردید. بعضی از ساکنان تاجیکستان دادرس‌ها را به اعلان با باور آنها حکمای نادلانه و سوء استفاده از منصب متهم میکنند. کارشناسان باشد معاش کم و مستقل نبودن دادگاه ها را از سبب‌های اساسی چنین وضعیت نام میبرند. شماره جانباختگان از کرونا ویروس نو در تاجیکستان روز 17 ایون به 51 نفر رسید. مقامات گفتند در 3 روز آخر یک مورد مرگ از بیماری همگی را ثبت کردند. در فهرست آلترناتیوی نام بیش از 400 قربانی احتمالی کرونا ویروس و التهاب شش را نوشتند. وزارت تندرستی تاجیکستان گفت در یک شبانه روز گذشته 61 مورد گرفتاری ساکنان به کووید 19 تصدیق شده است. شمار عمومی بیماران تا 17 ایون به 5221 نفر برابر شد. به اطلاع رسمی 3700 کس یا بیش از 70% این بیماران شفا یافتند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نویدی بومدودی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. خبرگزاری‌ها اطلاع دادند که روسیه و ایالات متحده آمریکا تبادل پول ویلن یک آمریکایی را که با اتهام جاسوسی در روسیه زندانی شده است ارزیابی می‌کنند. روز 17 ایون خبرگزاری اینترفاکس روسیه نوشت پول ویلن هفته روان با جرم جاسوسی به مدت طولانی از آزادی محروم شد و حالا منصبداران آمریکایی و روسیه تبادل او را با 2 روسی محبوس در زندان‌های آمریکا بررسی دارند. به قبل یک منصبدار روس که نخواسته است نامش آشکار شود اگر مذاکرات نتیجه مثبت دهند
گفتند پول ویلان در مقابل رهایی ویکتور بود آزاد خواهد شد. ویلان ماه دکبر سال 2018 در روسیه دستگیر شده 15 ایون با جرم جاسوسی به 16 سال زندان محکوم گردید. او ایبنامه را به اساس می‌شمارد. منصبداران افغان میگویند طالبان اصلاح بعد از در یک پاسگاه ولایت شمالی جوزجان 12 افسر امنیتی را به قتل رساندند. 17 ایون منصبداران ولایت جوزجان خبر دادند که در این حمله که در ناحیه اقچه به وقوع پیوسته است 5 افسر دیگر جراحت برداشتند و سلاح بدستان 4 نفر را به اسارت گرفتند. همین منبع افزوده است که در برخوردها 5 طالب کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. وزارت مدافع افغانستان خبر را تصدیق کرد و افزود که در بین فوتیدگان 6 سرباز توبه به وزارت مدافع بودند. سخنگوی طالبان مسئول حمله را بر دوش گرفت مسئولیت حمله را، ولی تاکید کرد که تلفات بیشتر بوده است. در ولایت کندوز افغانستان باشد جنگجویان به یک پاسگاه در کنار این شهر حمله کرده 5 سرباز را به هلاکت رساندند. رئیس پلیس کندوز افزوده است که در این حمله 7 نفر دیگر جراحت برداشتند. در صحیفه های ازبکی شبکه اجتماعی روز 16 ایون نواری به گردش درآمد که لحظه بوغی کردن جوانی از سوی پلیس ثبت شده است. کاربران شبکه اجتماعی این رفتار پلیس را محکوم کردند که به خاطر نداشتن نقاب جوان را شکنجه کرده است. ساکنان شهر نوکوس گفتند حادثه روز 14 ایون رخ داد. طوری در نوار دیده می شود جمع آمدگان از پلیس التجا می کنند او را بوغی نکن میکشیش. آدمان حتما باید نقاب پوشند، اما کارمندان مقامات حق ندارند که به خاطر نداشتن نقاب آدمان را شکنجه کنند. حالا در شهر نوکوس کارمندان پلیس رید گذرانده افراد بی نقاب را تعقیب میکنند. کسانی که نقاب ندارند به اداره پلیس برده شده جریمه میشوند. پلیس به این ترتیب نقشه جریمه بندی را اجرا میکند، گفت یک ساکن محلی. مقامات ازبکستان شروع از آخر ماه مارس ساکنان را به پوشیدن نقاب در جایهای جمعیتی وظیفه دار کردند. برای رعایت نکردن این ترتیبات نزدیک $20 جریمه مقرر شده است. در صورت تکرارا رعایت نکردن حجم جریمه تا به $65 بالا می رود. در گذرگاه مرزی اویبک ولایت سوغ در مرز با ازبکستان حدود 60 شهروند روسیه درماندند. یک قسمی آنها تاجیکستانی های می باشند که شهروندی روسیه را دارند و موقتی به تاجیکستان آمده بودند. آنها میگویند با وجود تشکیل پروازهای مخصوصی جانب روسیه برای انتقال شهروندانش به وطن باز شدن روی زمینی را منتظرند، زیرا 400 یورو پول بلیط را ندارند. این شهروندان روسیه امیدوارند که برای برگشتنشان طریق کشورهای ترانزیتی دولانی سبز تشکیل کرده می شود. بیشتری درمانده ها میگویند پولهایشان تمام شده است. در کنسولگری روسیه در خوجند تصدیق کردند که یک گروه شهروندان به آنها مراجعت کرده برای برگشت از تاجیکستان به روسیه کمک خواستند. به گفته دیپلمات‌های روس سفارت از قضیه آگاه است و تا حد امکان کمک میکند، ولی حالا به علت آنکه مرزها بستند شهروندان نمیتوانند برگردند. در سفارت روسیه در دوشنبه گفتند که با مقامات تاجیکستان و کشورهای ترانزیتی مشکل برگردانیدن شهروندان خود به خانه‌هایشان را از روی زمینی بررسی دارند. سامانه اخبار کام از ایسیون مهاجران در بازداشتگاه نیژنی نوفگراد خبر می‌دهد. سامانه می‌نویسد که روز 15 ایون حدود 80 مهاجری که در انتظار دیپارتاسیا در بازداشتگاه مهاجران در ناحیه سورمو و ولایت نیژنی نوفگراد نگاه داشته می‌شوند به نشان اعتراض از ترک مکان سیر و گشتشان دست کشیده بیش از 6 ساعت در زیر آفتابی سوزان ایستادند. این مهاجران اکثرا از تاجیکستان و ازبکستان با چنین وسیله علیه شرایط بد نگهداریشان در این بازداشتگاه اعتراض میکردند. آنها میگویند برخیش 6 ماه باز و برخی حتی بیشتر از این در بازداشتگاه قرار دارند. داستانی و رئیست کارهای داخلی ولایت نیژنی نوفگراد خبر دادند که الکی روز 16 ایون نمایندگان خود را به آن بازداشتگاه فرستاده به تحقیق شکایت‌های مهاجران آغاز کردند. دوستانی گفته است این مسئله تحت نظارت دوستانی ولایت قرار دارد. در صورت پیدا کردن موردهای قانونشکنی مقامات پروکوراتور جهت اصلاح این کمبودی‌ها و برقرار کردن حقوق شهروندان چاره‌جویی خواهد کرد. یادآور می‌شوم که از 19 تا 30 می سال جاری در هماهنگی با جانب روسیه و با مساعدت سفارت تاجیکستان در این کشور طریق پروازهای چارتری از بازداشتگاه‌های آن دولت 680 مهاجر تاجیکی دیپورت شده و در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته می‌شدند به وطن انتقال یافتند.
ضمن بینندگان عزیز طبری دیروز خبر دادیم در جلسه استودی جمهوریوی مقابله با کرونا ویروس در تاجیکستان پروازها به امارات متحده عربی و ازبکستان سر از 1 ایول اجازه داده شده است و طبق اطلاع رسمی استودی جمهوریوی مقابله با کرونا ویروس آژانسی هوانوردی ملکی را موظف ساخته است که مسئله پروازها به روسیه و نیز چین را مورد آموزش قرار داده خلاصه های خود را پیشنهاد کند. تاجیکستان با نگرانی از احتمال سرایت کرونا ویروس پروازی هواپیماها را به قلمروش از روز 19 مارس به طور ناگهانی قطع کرد. بعد از قطع پروازها تا این وقت تنها چند پرواز مخصوص برای آوردن شهروندان تاجیکستان و انتقال کمک‌های بشردوستانه به کشور انجام شده است. و آژانسی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان خبر داد که شریف خان مراد فرمانده عضوی مکتب تعلیمی پایتخت قسمی حربی 0123 را بازداشت کردند. به قول منبع گمانبر ماه فوریه از زن با نام ا برای پیش از مهلت از خدمت منبع حربی آزاد نمودن برادرش شهروند ب مبلغ 30,000 سومانی طلب کرده است. او همچنین روز 19 فوریه شهروند ا را به مهمانخانه واقع در شهر دوشنبه دعوت نموده از حدی وکالت‌های منصبی خود برآمده با استفاده از حالت عاجزی زن طلبات شهوانی خود را با او قانع کرده است. آژانسی میگوید نسبت فرمانده برای سوء استفاده از منصب و قلابی در حجم کلان پرونده جنایتی باز شده است. و بینندگان عزیز اکنون برای شما از قرب اسعار خارجی میگویم که از طرف بانک ملی چنین تعیین شده است. $1 10 سومانی و 30 درم است، یک یورو 11 سومانی و 61 درم ارزش دارد و امروز قرب 1000 روبل روسی 147 سومانی و 50 درم تعیین کرده است که نسبت دیروز 1 سومانی و 20 درم بیشتر می باشد. این چند خبر تازه بود که برای شما گفتم و در دوام روز یعنی تقریبا 3 ساعت پس بازم شما رو منتظر خواهم بود با خبرهای تازه در همینجا در بخش مستقیم در Ozodivideo. سپاس که با ما هستید. روز خوب داشته باشید و خود را احتیاط کنید.